یه چیز دیگه خانم جوان. چی؟ من به نامزدی طولانی اعتقاد ندارم. منم همینطور. ممکنه من پیر باشم اما به نامزدی دراز اعتقادی ندارم. هیچ وقت نداشتم. مادر عزیزم، این قشنگ نیست؟ دوست داشتنیه. این درست مثل همونیه که پدرت بهم داد. ببخشید خانم تیبیت، بهتر نیست در این مورد با آقای تیبیت صحبت کنید؟ چرا جفری؟ فکر میکنم پیشنهاد خوبی باشه. زیرو بله خانم تیبیت. زیرو بیا اینجا. بله چند نمیدونم یه لحظه راحت بخوابی. زیرو برو به دهکده و با آقای دکتر بگو فوراً بیان خونه. یه دقیقه صبر کن. به خانم کارلو بگو شام بیان پیش ما. خوشحال میشی مادرت بیاد پیش ما، درسته؟ بله البته. یه دقیقه صبر کن. وایسا ببینم چه چیز دیگه بود که میخواستم بهت بگم که بهش بگی. من چه بدونم خانم تیپیک. درباره نامزدی بود. بله البته. بگو جفری اجازه تو رو میخواد تا با خانم تیبیت ازدواج کنه. همشو متوجه شدی زیرو؟ نه خانم، راستش دقیقاً بعد متوجه میشی. حالا دیگه برو. زودم بیا چون من میلیون ها کاری نکرده دارم. خب لا آقای جفری میخواد با خانم تیپیت عروسی کنه. آقای جفری میخواد همسر خانم تیپیت بشه. آقای جفری بچه پسره. شما نباید سخت بگیرید، استراحت کنید آقای دوبه. ظرف چند روز مثل اولتون خواهید شد. مثل اینکه اینطور میگن باید خوشحال بود. خب اگه خوشحال میشید بشید. گذشته از اینا دکتر. درباره دستمزدتون در اسرع وقت پرداخت میکنم. مهم نیست آقای دوبه. این یکی به حساب من. خب روز بخیر. روز بخیر. روز خوشی. متشکرم از همه. متشکرم. دکتر تیبیت چی شده؟ خیلی مهم دارن. باید زود برگردین خونه دکتر. خیلی خوب سوار شو بریم. تا حالا خانمتون رو اینجوری شتاب داده ندیده بودم. هرچی گفت سوار شدی؟ گفت بهش بگو آقای جفری میخواد با چی ازدواج کنه. چی شده زیرو؟ فکر کنم اصلا یادم نیاد که چی گفت. کسی مریضه؟ نه خانمتون مریض نیست. پس چرا عجله داشته؟ نه عجله که نداشتن. راستش درست فکر کن ببین موضوع چی بوده. میدونم موضوع چیه، فقط یادم نمیاد دکتر. اینقدر موضوع بود که یادم نموند. خدای من چقدر شرم آوره. مخم خالی شده. مهم نیست، حالا دیگه رسیدیم خونه. حالا خودم میفهمم چی شده. بتی حالت خوبه؟ خوبه متشکرم هنری. تو چطوری؟ خود مری چی؟ حالش خوبه؟ خوبه، خیلی خوبه. اما بتی چی عزیزم؟ زیرو بهم گفت که اون بالا چطور شد؟ تموم شد مادر، فقط بشین و منتظر باش. وای پدر خیلی هیجان انگیزه. چی هیجان داره؟ این گله رو کجا بذاریم مری؟ توی گلدون جایی که همیشه میذاری؟ پس خودت میدونی چی کار کنی؟ لا 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 لا. مری این همه ذوق زدگی برای چیه؟ زیرو بذارشون تو اتاق پدر. چشم خانم. بگی اینو. مری یه دقیقه صبر کن. لیلیا بله خانم. یه سری به سوپ بزن. برش کن خودم میرم. پدر من خیلی خوشحالم. شما چطور؟ لیلیا از جلوی اون بیا این طرف و بهم بگو تو این خونه چه خبره. من وقت ندارم آقای تیبت. من یه عالم کار دارم که باید انجام بدم. خانمم گفته با هیچ کس حرف نزنم، حتی با خودش. چیزی که میخوام بفهمم اینه که دست به این کیک نمیزنی یا فهمیدی؟ لیلی من چیزی که میخوام بفهمم اینه که اما خانم به من دستور اکید دادن. نمیشه اینجا از کسی حرف کشید. هیچ کس نمیگه داره چه اتفاقی میفته. چیز خاصی اینجا اتفاق نمیفته به جز عروسی. عروسی؟ بله آقا.
کی داره عروسی میکنه؟ دوشیز مری. دختر من؟ بله. مری میخوام باهات حرف معذرت بزنم. میخوام دکتر، اما چیزی هست نه، که میخوام اول از نمیتونم، شما جف. بپرسم. اما دکتر، متاسفم جف، الان نه، این خیلی مهمه. اما اینم خیلی مهمه دکتر. متوجه نمیشی جف؟ میخوام با مری حرف بزنم. خب موضوع همینه، میخوام باهاش ازدواج کنم. خیلی خوب پسر. ها؟ چی؟ تو میخوای باش ازدواج کنی؟ بله قربان، اگه شما مشکلی نداشته باشید. خب بله مشکلی ندارم. من گرفتارم. هیچ کس بتی با من اینا میخوان حرف ازدواج نزنه. کنن. البته که میخوان. این همونیه که داشتم میگفتم. بتی این بهترین خبریه که تو به امروز شنیدم. فوق‌العاده است. باید همین الان به سلامتیش بنوشیم. اوه بتی اون شیشه معجون قدیمی کجاست؟ اون کهنه ها رو ریختم دور. یه سری جدید گرفتم. الان بهت نشون میدم کجای آشپزخونه است. باید یه جایی مخفیش کنیم. مری این گلا رو بذار تو آب. میخوام همه چی مرتب باشه وقتی خانم میرسن اینجا. عزیزم گفتی تو آشپزخونه؟ البته. من خوشحالترین پدر در ایالت میسیسیپی هستم. منم همینطور. فقط یادتون باشه گذاشتمشون تو سینی که نیافتن دکتر. مهم نیست زیرو. بله آقا، ولی میدونم که فراموش میکنه. جف داشتم فکر میکردم که چطور امشب به مادرت نگیم که ما قراره ازدواج کنیم. چرا نه؟ اونم حتما مثل من خوشحال میشه. میدونی مادر، جف همیشه عقیده داشت که خب باید با یه نفر یه جورایی اجتماعی تر، نه با دختر یه دکتر توی دهکده ازدواج کنه. البته این اصلا بد نیست. برای همین فکر کردیم قبلش آمادش کنیم. میدونین مثل دکترها که اول مریضا آماده میکنن. فکر خوبیه جف. خب سر کار. منم باید برم سر کار دیگه. منم تا دم در همراهت میام. روز بخیر آقا. روز بخیر. لازم نیست برای امشب نگران باشی چون همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. باشه؟ امیدوارم. دیگه برو. خداحافظ. متاسفم که ناراحتتون کردم. منظورم این نبود که شما یه دکتر روستا هستین. و منظورت چی بود؟ شما بهترین دکتری هستین که اینجا تا به حال داشته. شما موفق بودین. مراقب همه آدمای مهمش بودین. خود خانم کارلو سالی صدها دلار پرداخت میکنه، درسته؟ بله. هر روز میاد و شما بهش میگین مریض نیست، میره دوباره برمیگرده و میگه میخواد دکتر رو ببینه. هی میگه پام شکسته، مگه نه؟ درسته؟ بله اما ما مثل بقیه نمیتونیم درآمد داشته باشیم. حتی این خونه هم مال ما نیست. هیچی مال ما نیست. و بدتر از همه خانم کارلوه. اونا فقط پول خدمات ما رو به ما میدن. اینقدر خجالت میکشم که نمیتونم سر بلند کنم. من متاسفم عزیزم. میدونم اما دکتر، اما چه فایده داره؟ چی میشه؟ موضوع چیه؟ اون چه ربطی به ماجرا داره؟ یه روز که نشسته بودم اینجا خوندمش و دیدم چقدر احساس توشه. به خصوص اونجاش که نوشته همه انسان‌ها یکسان آفریده شدن و استحقاقشو دارن که شاد باشن و به دنبال شادی بگردن. هنوزم نمیفهمم. اوه عزیزم، من اصلا خوشحال نمیشم که به خانم کارلو و دوستای ثروتمندش خدمت کنم. ترجیح میدم برای کسی کار کنم که به دکتر احتیاج داره، حتی اگه نتونن هزینه‌شو پرداخت کنن. به علاوه من اصلا سر در نمیارم که یک مرد چطور میتونه با قربانی کردن استقلالش به اشتباه زندگی کنه. تو میتونی؟ نه دکتر، فکر کنم هنوزم پدر محبوب منی. خانم تیبیت میخواین تو آشپزخونه ببیننتون. من یه پیشنهاد بهتون میکنم. چیه دخترم؟ لطفاً تا قبل از عروسی دیگه اونو نخونین.
خانم ها آقایان، بیایید با معجزه دوران آشنا بشید. داروی شفابخشی که از جنگل های دور آمده تا شما رو درمان کنه. طوری که همه کاره. دارویی که میخواد یه جرعه برای همه چی. یه لحظه الان میبینید. خانم ها آقایان، پروفسور جان اف پروکل این شربت رو برای شما ساخته تا شما به قدرت یک فیل قوی باشید. تشویقش کنید. من یک شیشه از این داروها رو به شما به این شرط میفروشم که اول این ملکه جنگل های شرق سرگرمتون کنه. این فیل استثنایی زونو بیا. نه چی شده کوچولو؟ چی شده؟ مریضی؟ مریضی؟ به من نمیگی؟ ها؟ فکر کنم بدونم چشه. بیا بیا کوچولو، بیا یکم بخور. یکم از این بخور، خوبت میکنه. همینه خوبه. نه این قبلا این کارو نکرده بود. تو این دکده دکتر هست؟ یه دکتر خوب؟ دکتر تیبت هست. آره دکتر خوبیه. میشه بری دنبالش؟ منم یه شیشه از اینا رو مجانی بهت میدم. البته. زود باش. دکتر تیبت. چی شده پسر؟ اون مریضه داره میمیره. کی داره میمیره؟ اونجا توی میدون. عجله کنین، اون داره بدجوری میمیره. پس باید برم کمکش. هنری تو نمیتونی الان بری. خانم کارلو هر لحظه ممکنه برسه اینجا. بتی وقتی کسی بدحاله این وظیفه من مگه نه بدحال نیست، مریضه. را بیا بریم. عزیزم زود برگرد. زیاد طول نمیکشه. خب کار لا 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 لا. پروفسور. بله پروفسور اینم دکتر تیبی. دکتر خدا رو شکر که اینجا. چه مشکلی براش پیش اومده؟ من نمیدونم. این همه سال که با همیم تا حالا اینطوری نشده بود. خانمتون چند سالشه؟ اون که زنم نیست. معذرت میخوام، مریض چند سالشه؟ باید بگم 110 سالشه. غیر عادیه، آدم فعالیه. خب وزنش چقدره؟ خب اخیراً که وزنش نکردم، اما چیزی حدود 6172 پونده. شما حالتون خوبه؟ معلومه که حالم خوبه. من مریض نیستم که زونو بیا مریضه. خب کجا هست؟ اون این توه. بیا عجله کن دکتر. 6000 پونده. اونهاش اونجاست. ببینید آقا، من دکتر فیلا نیستم. پس به این ترتیب نمیذارم به زونو بیا دست بزنیم. به اندازه کافی براش مناسب نیستیم. آقای عزیز منم چنین چیزی نخواستم. معذرت میخوام. دکتر تیبیت یه کاری بکنین، خیلی مریضه. آره. خب حالا که اینجا هستم ببینم چی کار میتونم بکنم. خوبه چیزی نیست کوچولو، اون دکتره. فکر میکنید خوب بشه دکتر؟ بگو شما نه. ببخشید. بهتر بود با خودم تبسنج حیوانی می آوردم. آره اون دختر خیلی خوبیه. آروم باش کوچولو، آروم باش. بذار ببینم. تب که نداری دکتر؟ نه نداره. خدا رو شکر. آروم باش عزیزم. پایین خورتون پایین. چی میشنوی دکتر؟ یه جایی سر صداهایی میپیچه. خدای من چیکار باید بکنم؟ خب باید یه جای گرم و نرم نگهش داری. نمیدونم چطور این کارو بکنم. خب این مشکل خودتونه. آره خب
دکتر بگید حالا چقدر باید خدمتتون تقدیم کنم؟ فراموشش کن. خب متشکرم. هی میدونی در عوض چی کار میکنم؟ به همه مردم دکده میگم که تو چه دکتر خوبی برای فیلا میشی. متشکرم. مهم نیست. او نه این موضوع راز بین ما دوتاست. فهمیدی؟ گشتم ولی دکتر رو ندیدم. زیرو مایوس کننده از خانم کارلو هر لحظه ممکنه برسن. مادر گفتش که میاد، پس میاد، چیز مهمی نیست. اون خیلی وقته که میخواد خانم کارلو رو ناراحت کنه. میدونیم که چه جوریه. دوشیزه مری؟ بله لیلیا. شاید بهتر بود امشب پدرتو دعوت نمی کردیم. وای رسیدم. نه اصلا هیجان زده نشو، عجله نکن، همه خون سرد باشین. خودم درو باز میکنم. من که خوبم نه؟ آره بله. ویرجینیا، من بوی آمونیاک میشنوم. شاید تو باید درو باز کنی. هر وقت بهت گفتم باز کن، الان نه. فهمیدی؟ مری حاضری؟ الان نه. فکر میکنم مادر یه لحظه صبر کنین، حتما اشتباهی شده. خودتون اصلا ناراحت نکنی خانم کارلو. متشکرم ویرجینیا. مری چیزی شده؟ همه چی خوبه، تو بشین اونجا. حاضریم. عصر بخیر کارلو، یعنی آقای عصر بخیر زیرا. من گفتم بوی آمونیاک شنیدم ویرجینیا. آخه توی دستتون گرفته خانم کارلو. بله متشکرم. خانم تیپی تو سالن پذیرایی منتظرتون هستن. همراه هم بیا عزیزم. عصر بخیر. مادر ایشون خانم کارلو هستن. جدا؟ بله، واقعا از دیدنتون خوشحالم خانم شما کارلو. ویرجینیا رونالدو میشناسید؟ بله البته که امیدوارم میشناسم. مزاحم نشده باشم. نه عزیزم، خوشحالم که اومدی. بشینی؟ وای متشکرم، چقدر لطف دارین. خانم کارلو خیلی خوشحال شدم. چیزی بهتر از این نیست که همراه داشته باشین، یعنی همراهتون باشه. از این حرفا بگذاریم. دکتر تیبیت کجا هستن؟ مری چرا چیزی نمیخونی عزیزم؟ مادر میدونی که من بلد نیستم خوب بخونم. شاید خانم کارلو دلشون بخواد یه چیزی بنوشن. البته فکر میکنم بی تاثیر نباشه. مثل اینکه میگرنم داره شروع میشه. همین الان براتون دارو میارم. من کمکت میکنم. خب خوب شد که خبر رو نگفتی، چون هنوز پدر نرسیده. میدونم. لیلیا اینو میخواست. اونو نه احمق. ببینم اون مرغ خوب پخته. میخوای بخورم؟ نه نمیخوام. یعنی نمیذاری بخورم؟ نه برو شلغما رو برام بیار. شلغم که برای سوپه مگه نه؟ فقط بیارش. حالا نمیشه بخورم. شلغم نمیتونم صبر کنم تا به خاطر بینیم برم سراغ متخصصین اروپایی. به هم گفتن که یه مشکل عادی بینی دارم، یه جور حس شدید بویایی. حس شدید بویایی؟ بله، مثلا الان میتونم بگم بوی مرغ سرخ شده رو حس میکنم. مرغ سوخاری دوست ندارین؟ گفتین مرغ سوخاری؟ وای این بدترین خوراکی روی زمینه، حتی برای معده‌های معمولی. البته این نظر رو من خودمم دارم. ممکنه یه لحظه منو ببخشی؟ نگار لیلیا داره صدا میکنه. لیلیا بله خانم. مرغ چی شد؟ مرغ کجاست؟ همینجا خانم. به نظرتون خوب نشده؟ عالیه، به نظر خوشمزه شده. لیلیا بندازش دور. بندازم دور؟ زیرو برو بیرون و خوکو بیار. خوک؟ بله قراره راسته خوک داشته باشیم. مخلفاتم بهش اضافه کن. میدونی که چطوری. خانم تیبیت خودتون گفتین که اونا رو بذارین برای شام مگه نه؟ اما آشپزخونه برای خوک بیار. باشه یکی از مال خودمونو. معلومه یکی از مال خودمونو. کمک نمیخوای؟ فقط بیارش. خب الان میرم یه خوک خوب میارم. آدم باید خیلی مراقب خوراکش باشه. چیز خوبی مثل خوک کبابی. خوک کبابی؟
خوک کبابی؟ البته هیچی هم از این بدتر نیست. حق با شماست. یه لحظه منو ببخشین. فکر میکنم لیلیا داره دوباره صدا میکنه. همیشه خودم باید به کارا برسم. لیلیا بله خانم. خوک کبابی کجاست؟ هنوز نرسیده. وای خدا. آوردم این خوبه خانم تیبی. بله خوبه، خوشگله. آتنش کن. چی؟ تخم مرغ لیلیا، تخم مرغ بیار. تخم مرغ؟ خاگینش کن. نه املتش کن. مری یکم شری بیار بالا. عجله کن. اینم دکتر تیبیت و منم وقتی که ازدواج کرده بودیم. البته جوانتر بودیم. اینم عکسای ماه عسلمونه که رفته بودیم نیویورک. آخرین سفر منم نیویورک بود. رفتم 4 دکتر متخصص درجه 1 رو دیدم برای کلیه. همشون گفتن چیزی این شکلی تا حالا ندیدن. چه خوب. اینم مریه وقتی که یه دختر کوچولو بود. نشسته رو زانوی من. این منم نشستم اینجا روی کاناپه. ویرجینیا عزیزم من. برو بیرون. زود باشین خوکو از اینجا ببر بیرون. از اینجا ببرش بیرون. زود باش. برو. خب همگی هستیم. سلام عزیزم. از بخیر خانم کارلو. از بخیر. شما رو تا به حال اینقدر سر حال ندیده بودم. همه 10 دکتر اروپایی که تو این کشور هستن با شما مخالف هستن. هنری عزیزم چی بود که اینقدر طول کشید؟ بیمار آدم مهمی بود؟ یه موضوع خیلی بزرگ بود. بزرگترین مورد که تا به حال داشتم. میدونی آقای دکتر تیبیت همه چیز خیلی مرموزه. از وقتی اومدم نفهمیدم چرا اومدم. خب این یه رازه که بعداً بهتون میگیم. جدا دکتر تیبیت نکنه جریان دختر شما و پسر من باشه. مادر، من و مری میخوایم با هم ازدواج کنیم. ولی این امکان نداره. و میشه بفرمایید چرا امکان نداره؟ مشکل ما چیه؟ خب عزیزم یه تفاوت جزئی در پیشینه خانوادگیمون هست. خانم کارلو من به خانوادم افتخار میکنم. جفری ما این خونه رو ترک میکنیم. من مخالف این ازدواج هستم. متاسفم مادر، ولی ما حتما این کارو میکنیم. خدای من. مری، من مادر رو میرسونم خونه. باشه فکر میکنم مجبوری. قلبم. پاشو مادر. پاشو. جفری خدای من. قلبم. هنری یه کاری بکن. کاری نیست که بکنم، این قلبش نیست بتی. موضوع ماییم. مری تیبیت واقعا حالمو به هم میزنن. میدونم خانم کارلو چه آدمای معمولی هستن. بله اما جفری باید خودش این موضوع رو درک کنه. ولی میخوام بدونم چطور. نشنیدی؟ مری خودش گفت نمیتونه خوب بخونه. بله یادم هست. با موزیک. به افتخار دوشیزه مری تیبیت. عزیزم خیلی برات خوشحالم. متشکرم مادام. جالبه که خانم کارلو ما هم دعوت کردی. معلومه که دعوت کرده. میدونستم این کارو میکنه. شنیدن اون خبر خوش شوکش کرده بود. با موزیک؟ پس رفتن من فایده ای نداره. هیچ سازی بلد نیستم. اما بتی یادت هست؟ آره پس بهتره یه کمی تمرین کنیم. باشه. حاضری؟ ببخشید دوباره امتحان کن. بریم. آقای دکتر تیبیت یه نفر میخواد شما رو ببینه. بهش بگو چند دقیقه صبر کنم. اما دکتر درباره یه بچه منه. همون تو بزن. بچه. ببخشید.
میشه از اینجا بری؟ اما دکتر من دیگه نمیتونم بیشتر از این صبر کنم. باری بیرون. شاید پاش درد ما میکنه. دیگه همینطوری حدس نمیزنیم، از روش‌های علمی استفاده میکنیم. اما گوش کن، این داروی اختراعی من خیلی هم موثره. اگه نظر منو بخوای همه آزمایشاتو از اول تا آخر امتحان میکنیم. خب از کجا میخوای شروع کنیم؟ ما از پایین شروع میکنیم تا بالا، اونو به بخش‌های تقسیم میکنیم. بخش؟ بله، اینجا میشه قسمت 1. روش علامت بذار. یک. و اینجا میشه قسمت 2. و سرش هم میشه قسمت 3. 3. و قسمت 4 که بعداً بهش میرسیم. خب اینو نگه دار. حالا میخوام عصباشو کنترل کنم. چی رو؟ نگهش دار. خیلی خوب باشه. نترس کوچولو، پاتو بلند کن. اکشن عملش که خوبه. این چکشو نگه دار. صداش خیلی شبیه یه طبله. حالا قلبش. راستی چرا فکر میکنی قلبش مشکل داره؟ هی بیا دارم سعی میکنم به قلبش گوش بدم. اما بهتره بیای بیرون، عجله کن. نمیتونم چیزی بشنوم وقتی که تو همش حرف میزنی. میدونم اما تو نمیتونی اینجا بمونی. بیا ممکنه از کنار. اینجا بری و بذاری من تنها باشم. بیا بیرون. اون میم باب شین موش دیده. بیا بیرون. نه بلند شو. نه از اونو بیا. بلند شو زونو بیا. ممکنه بلند شی. پاشو میدونی دکتر اون زیره. بلند شو دیگه، دکتر اون زیره. بلند شو زونو بیا. ببین رفت. حالا میشه بلند شی. بلند شو دیگه. وایسا بهت که گفتم بیا بیرون دکتر. میم باب شین. تا به حال هیچ بیماری با من چنین کاری نکرده بود و این آخرین باره. تو نمیتونی بری و بذاری این حیوان بیچاره اینجوری اینجا رنج بکشه. تو وجدان نداری؟ احساسات نداری؟ تعصب کاری نداری؟ شاید حق با تو باشه. من خودمو به درد سر انداختم. تمومش میکنم. منم قول میدم دیگه روت نشینه. امیدوارم. دکتر قلبتون چطوره؟ عالیه. خوبه. میشه زبونشو ببینم؟ داره نشونت میده. متاسفم. این کار دست بردار نیست. بله البته دکتر. ممکنه اون نردبونو بدی به من؟ بله دکتر بله. نردبان. من نمیتونم از اون برم بالا. من میخوام از این برم بالا. باشه. بکش کنار. دیگه صاف وایسا. من هر جور دلم بخواد وای میسم. منظورم شما نبودین دکتر، با زنوبیا بودم. وای برگرد زنوبیا. برگرد. این دیگه بهترین قسمت نمایشه. برگرد بهت میگم. برگرد زنوبیا. وای شاید کر باشه نشنوه. ببخشید دکتر، قول میدم دیگه اینطوری نشه. قول میدم. پوست اینجاش ناسور شده. چی شده؟
یکم ورم کرده. خیلی مهم نیست. شاید که کر باشه. خب این ممکنه. سلام. سلام، حالتون چطوره؟ من خوبم. سلام. اوه، بنابراین کر نیست. خیلی خوبه دکتر. خب دیگه دست بردار، میفهمی؟ میدونم. اوه. این حیوان کلافم کرده. منم همینطور. ببین این حیوان دمش گره نداره. نمیدونم چطور مگه؟ هیچ. اوه. اوه، واقعا عجیبه. کی این کار کرده؟ نگاه کن، یه دفعه حالش خوب شد. پس دیگه نباید نگرانش باشی. متشکرم دکتر، کارت فوق‌العاده بود. این سر صدا برای چه؟ نگران نباش، چیزی نیست. اون هر بار که میخواد منو بلند کنه این کارو میکنه. خیلی خوب کوچولو، بلند کن. بلند کن. چی شد؟ نه 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 نه، سب کن منو بذار زمین. دکتر اون فقط میخواد ازت تشکر کنه. ازت خوشش اومده. منم خوشم میاد، اما اینجوریشو دوست ندارم. بهش بگو منو بذاره زمین. باشه، زنو بیا بذارش زمین. بذارش زمین دیگه. آره. وای. خب دکتر بگو برای همه کارهایی که کردی چقدر باید بهت بدم؟ مهم نیست، پول نمیخوام. فقط میخوام تا وقتی زندم نه تو رو ببینم نه این فیل گنده رو. اما اون همیشه یادش میمونه. یادت باشه یه فیل هیچ وقت یادش نمیره. بله، اما من یک فیل نیستم. نه خب دقیقاً که نه. ولی به هر حال متشکرم دکتر. زنوبیا برگرد اینجا، برگرد تو راست خوابت. زنوبیا تو نمیدونی اون بیرون چه خبره. از بخیر خانم کارلو. از بخیر، خوشحالم که اومدی. مردم چشون شده؟ منم نمیدونم. وای هنری، نمیدونستم که چه خاکستری خوش رنگیه. خاکستری خوش رنگ؟ نگاه کن. اوه بله. وای خدای من. اوه بیتی، فکر میکنم بهتره بریم خونه. تو خسته شدی. عزیزم من خسته نیستم. بریم بیتی. شب بخیر. شب خوبی بود. وای وای، خواهش میکنم منو بذار زمین. منو بذار زمین. یه نفر یه کاری براش بکنه. فیل، هنری منو بذار زمین. آها، پس تو اینجایی هر دوتون. ای گوش کن، تو نمیتونی فیل منو بدزدی. اما اون مریض بود، من درمونش کردم. میگم بازداشتت کنن، موضوع رو میکشونم به دادگاه. بله وقتش رسیده. نشونت میدم. بله. نه بله میرم کلانتر رو بیارم. اوه هنری عزیزم، حتما این کارو میکنم. وای عزیزم تو نگران نباش، به زودی همه چی درست میشه. امیدوارم مادر. مطمئنم اتفاق دیگه ای نمیفته. هنری نگاه کن. اوه آخه
تو چطور تونستی آبروی دخترت، خونت و زنتو ببری؟ دیگه نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم. بتی من همه چی رو توضیح میدم، بیا بریم تو. نه، تو باید بیشتر مراعات میکردی. تو نمیتونی هر کسی رو بیاری تو خونه. بتی اما تو نمیفهمی بتی. بله میفهمم، ممکنه اشتباه کنم، اما نمیذارم بیایی تو. شب بخیر هنری. شب بخیر بتی. برو برگرد. آرلیوس کالپپر وکیل چقدر داوود. اصرار دارید خانم کارلو؟ اما در تمام این سالها که من برای شما و خانواده‌تون کار کردم هرگز درگیر چنین ماجرای پیچیده‌ای نشده بودم. ما مدارکمون کامل آقای کالپپر. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که این پرونده مطمئنم که بسیار دشواره. یادت گفتم چطوری شروع کنی؟ در قدم اول بگی زنو بیا و من. بله فهمیدم. خب قدم اول این که زنوبیا و من جملتون رو کامل کنین لطفاً. بفرمایید اینهاش تو دستتون باشه. خب خونه نیست. چی؟ خونه نیست؟ نه آقای کلانتر باید پیداش کنید. تمام آینده من بسته به اون فیله و اگه نتونم نگاه کنید. اینجا باشدی منتظر چی هستی؟ بیا. بهتره بریم یه دکتر جدید پیدا کنیم مامان. آره راست میگی. با دکتر پیلی که دمال دیدم. وای روز بخیر دکتر، امروز چه امری دارید بفرمایید؟ من فقط میخوام بدونم در پشتی مغازه کجاست. پشت موضوع چیه؟ چی شده؟ تو رو خدا هیجان زده نشو. هیجان زده شدم. حالا که دیدی خونسرد باش. کی خونسردیست؟ من همیشه خونسردم. وای زنوبیا بایسو، خواهش میکنم بایسو. مرد داروفروش دکتر تیبیت را به دزدی محبت متهم کرد. دکتر تیبیت خب در قدم اول زنوبیا و من ما با هم. حالا نه پروفسور. حالا نه. شما میدونید دکتر کجاست؟ من نمیدونم، خودمم خیلی نگرانم. از آخرین باری که دیدمش هنوز برنگشت. نمیدونه کجاست حالی جناب. نمیتونیم بیشتر صبر کنیم. دادگاه ناگزیر کارشو شروع کنه. وکیلش کجاست؟ من آماده است حالی جناب. جیف من نگرانم. برای اینکه نیومده اینجا؟ نه به خاطر این. محصول شما مردود شناخته می شود و شما از جامعه پزشکی طرد خواهید شد. اما نمیتونن این کارو باش بکنن. تقصیر اون نبوده. حالا که این کارو کردن ببین قاضی و مردم همین الانش هم چه برخوردی باهاش دارن. عالی جناب آقای تیبیت. خب بشین.
یه بار دیگه متهم رو صدا بزنید. دکتر تیویت، کسی منو صدا کرد؟ در این دادگاه هیچ شوخی نداریم. دکتر تیبیت، از بی توجهیتون نسبت به این دادگاه تعجب میکنم. ممکنه فوراً بیای تو؟ اما جناب قاضی من نمیتونم. دکتر تیبیت، به دستور عمل کنید. خیلی خوب، حالا که اصرار دارین باشه. خب در قدم اول زنوبیا و من وقتی گفتم شروع کن. برای انجام مراحل اولیه تحقیق لازمه که ازتون بخوام اون چیز از اینجا ببرید بیرون. باشه، اما مجبورم خودمم باهاش برم بیرون. اینجوری میخواید از خودتون دفاع کنین؟ چطوره بریم بیرون از پنجره ادامه بدین؟ این که غیر عادیه، اما با توجه به شرایط موجود باشه. متشکرم عالی جناب. شما میتونید ادامه بدید. بلند شو هم بزن. خب در قدم اول زنوبیا و من اینجا عالی جناب. منتظر چی هستی؟ ادامه بدید. خب در قدم اول زنوبیا و من همیشه با هم بودیم از وقتی که اون یه بچه فیل کوچولوی بامزه بود. حدود 35-36 سالش بود که خب ما با هم نزدیک بودیم تا اینکه اون رسوا اومد بین ما. تو نمیتونی اینو راجع به هنری بگی چون اون عزیزترین مرد منزل ماست. به هر حال اینجوریه. مگه قرار نبود بذارید تو جایی که بهش اما عالی جناب، موضوع حیثیت منه و اون داره به من تهمت میزنه. بگید موکلتون مراقب کلماتش باشه. متشکرم. میتونی ادامه بدی. خب در قدم اول زنوبیا اینا و گفتین جلوتر بودین. بله. موضوع مال وقتی بود که زنوبیا یه جور گره گله پیدا کرد. گره؟ خب بدبختانه توی دمش بود. خلاصه حیوان بیچاره مریض بود و من باید براش یه کاری میکردم. یهو چشم افتاد به اون بچه سیاه‌پوستی که اونجاست و فرستادمش که اگه میتونه یه دکتر برام بیاره. نمیدونستم ممکنه چیزی رو که سالها قدم به قدم در کنارم بوده ازم بدزده. اون فیل کمک میکرد محصولی رو که زحمت یک عمرم بود بتونم بفروشم. داروی شفابخشی که از جنگل تهیه کردم و همه چیزو شفا میده و از صحراها گذشته تا به اینجا رسیده. بیاین جلو خانم ها و آقایان. ما نمیدیم داروی شما رو بفروشیم. اما باید خودتون امتحان کنید. لطفاً اینو به عنوان یک هدیه از طرف من بپذیرید. عالی چرا؟ برگردید سر جاتون. البته بله حق با شماست. خب در قدم اول بس پروفسور. متهم سوالی دارن از شاهد بپرسن. فقط یه سوال دارم قربان. کی بهتون پول داده تا به وکیلتون پرداخت کنید؟ خب اعتراض دارم. اعتراض وارده. سوالم همین بود. شاهد بعدی رو احضار کنید. خانم تیبیت. خانم بتی تیبیت. ببینم کار من تموم شد؟ بله تقریبا. متشکرم. مراقب باش مادر نظر گمراهت کنن. منو گمراه کنن؟ مسخره است. شما به این کتاب سوگند میخورید که فقط حقیقتو بگید؟ تمام حقیقتو؟ قسم میخورم. خانم تیبیت در شب 29 آوریل کجا بودین؟ بذاریم ببینم 29. یادم اومد تو مهمونی بودم که خانم کارلو برای مری داده بودن. شما کجا بودین؟ خب اون شب برای خودم تفریح میکردم. این ربطی به موضوع نداره. بعد از مهمونی خانم کارلو شما از راه دادن شوهرتون به منزل امتناع کردین؟ خب این برای این بود که شاهد باید مستقیما جواب بده برای احترام به خودش. باشه جان. آیا درسته که شوهرتون رو بیرون از خونه نگه داشتین؟ خب یه خانم خونه معمولا دلایل مناسبی برای کاری که میکنه داره. تا حالا خانومتون شما رو بیرون خونه نگه نداشته؟ فقط یک بار، اونم وقتی که
شما و همسرتون قبلا هم دعوا کرده بودین؟ نه ما خیلی هم با هم خوب بودیم، اما خب بعضی وقتا خانواده ها سر هیچ و پوچ با هم بحث میکنن. جان مطمئنم تو هم گاهی وقتا یه بحث کوچولویی با همسرت میکنی. آره خب راستشو بخوای من و همسرم دیشب چند تا بشقاب شکندیم. هنوزم با شاهد کار دارین؟ بله آقا جناب قاضی. به عنوان دفاع چیزی از شاهد میپرسید؟ من دوست داری بتی جان؟ معلومه که دارم عزیزم. متشکرم عالی جناب. خانم تیبیت از جایگاه شهود بیایید پایین. بله میخواید اینجا بشینید؟ بله متشکرم. معلومه که نه. میتونم شاهد بعدی رو احضار کنم؟ البته که میتونید. آقای جفری کارلو. آقای جفری کارلو. مری من آمادگیشو ندارم. آقای جفری کارلو. خدا حافظ جان. آقای کارلو، هیچ دیدین که این فیل عکس العمل مثبتی به دکتر تیبیت نشون بده؟ جواب سوالو بدین آقای کارلو. بله. در شب مهمونی مادرتون شما دیدین که فیل دنبال آقای تیبیت بیاد منزل شما؟ دیدید آقای کارلو؟ بله دیدم. آیا اون حیوان باعث شد مادرتون از شدت خشم و عصبانیت شوکه بشه؟ جواب بدی. بله یا نه؟ بله. آقایان هیئت منصفه، از شهادت آقای جفری کارلو به شدت واضحه که دکتر تیبیت احساسات این فیل بیگناه ها به طرف خودشون جلب کردن. درست همون مطلبیه که صاحب فیل در دادگاه عنوان کرد. میشه با آخرین سوالم داخل بحث بشم؟ بگید دکتر تیبیت. جرم کسی که احساس یه فیلو به دزده در قانون ایالتی چیه؟ قانون برای دزدیدن یه فیل میگه که خب این بسته به اینه که حدس میزنم بسته به اینه که دزدی به چه صورتی انجام شده. بگذاریم این دادگاه به مدت نیم ساعت تعطیله برای اینکه بتونه به شواهد لازم برسه. تنفس. هنری من جدا از برخورد مردم باهات ناراحتم. واقعا دارم مریض نگران نباش عزیزم، یه جوری همه چی تموم میشه. خب امیدوارم به نتایج خوبی برسن. برای فیلم همینطور. مری من واقعا متاسفم، اما چی کار میتونستم بکنم؟ فکر کنم هیچی. دیگه بهت نمیگم چی کار کنی. از این به بعد بهتره بچسبی به مادر جونی تو منو فراموش کنی. خوب بودم مگه نه؟ افتضاح بود. افتضاح؟ من که فکر نمی کنم. میدونی اون بیافت. فکرشو بکنید اصلا توجهی به موضوع ندارن. من که مطمئنم به نفعمون تموم میشه. دکتر باید حواستو خیلی جمع بکنی، باید شانس بیاری. میدونی تا وقتی کاری نکردی که ازش خجالت بکشی لازم نیست که شانس بیاری. عالی بود دکتر تیبیت. مادر من دیگه به جایگاه شهود برنمیگردم. اما جفری من میخوام با مری ازدواج کنم، البته اگه هنوزم منو بخواد. من نمیخوام آزارتون بدم مادر. خب برای همین چیزیو که نخوام نمیگم و از حالا به بعد زندگیمو عوض میکنم به صورتی که دوست دارم باشه. متاسفم مادر. بفرمایید دادگاه میخواد کاریشو شروع کنه. به پا خیزید. شاهد رو احضار کردیم. آقای در جفری قدم کارلو. اول زنوبیا به من تا نگفتم حرف نزن. من به طول دادم. همین که گفتم. آقای جفری کارلو. پسر من بر نمیگرده. در این صورت آقای قاضی از شاهد بعدی خانم کارلو سوال دارم.
ادامه بدید. خانم کارلو. جناب قاضی، باید بیاید به جایگاه و قسم یاد کنید. ترجیح میدم چیزایی که میخوام بگم از اینجا باشه. کمی غیرعادیه خانم کارلو. من آقای پروفسور رو مجبور کردم و وانمود کردم بهش خساراتی وارد شده. من خیلی خودخواه بودم. میدونم ممکنه خیلی‌ها رو ناراحت کنه، اما همیشه هر چی خواستم به دست آوردم. من حتی شادی پسر خودمم نابود کردم. این اولین باریه که دارم درباره یک نفر دیگه فکر میکنم. منو ببخش. ممنون. چقدر بزرگوار. متشکرم. پرونده مختوم است. دل من چه عالی. خیلی خوشحالم که اینجایی. عصر بخیر، همه چی مرتبه؟ بله، ساعت هاست که آماده است. بفرمایید تو. هنری کجاست؟ لطفاً بفرمایید تو. خدای من. زیرو، دکتر رو ندیدی؟ چرا؟ صبح خیلی زود دیدم. باید دنبالش بگردی. آخی حالش خوبه دکتر؟ اون داره خیلی هم بهتر میشه. عالیه. دیگه نباید نگران چیزی باشی. متشکرم دکتر. عروسی دخترم. وای مراقب باش، قلبت ناراحت میشه. میدونی که قلب؟ من اصلا مشکل قلبی ندارم. معلومه که مشکل نداریم. پس کار. بیا بریم عزیزم. یادم میاد وقتی که عروس شدم. کاش من میشد یادم بره. شوخی کردم. هیچ نمیدونم هنری کجاست. چی شده دکتر؟ فیله دنبالتون کرده؟ نه و دیگه هم دنبالم نمیاد، اما قطعا به میتیاج داریم.